شما ای برادر شیرین با دکان خوکسران ایمو بگی یک دانه کشین که انشالله زندگی بازم شیرین شود. رحمت اکا عبدالله جون رحمت. چی غمگین مینمایی برادرم؟ چی بگم اکا عبدالله جون؟ وارکم یکم بیزارم کده. هر روز میگه که همین خانه پدری ما در بتیقه. حالا که پدرم در وقتی زنده بودنش همش در خانه اودر کرد. گفت که همین کنجگیم ده این همین خانه بمونه. ای خیلی بگو. بنا گفتی که اکا جان زمین ماند و زمینداران کجا رفت؟ جهانگیر و جهانداران کجا رفت؟ با کس دنیا وفاداری ندارد. وفا ماند و وفاداران کجا رفت؟ بله اکا عبدالله جون لیکی او نمیفهمه. در حقیقتا کو پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکل هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. دبدگیش کو خیلی گپ چپ نبود. بعد گذشت پدر الکی سر شد. خیلی برادرم زیغ نشد. خیلی برادر شیرینم اکا زیقی نکرد. میگن دعای مسلمان سلاح مسلمان. من خاطر انشالله دعا میکنم الله مشکل تا آسان میکنه. وزیرش در دایی دکانی ما اومده زیقی نکرد. یا چویا بگی انشالله هم مشغول بشه. بگی چه؟ پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی. هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت؟